آج صفی پشت محوطه جریمه، دژاگه، یک ضربه، حالا یک ضربه برگردون، فرصت و توی دروازه. آفساید ایمان سلیمی. گل تراکتور سازی مورد قبول نیست. ببینیم صحنه رو. پشت محوطه جریمه، کار تمرین شده، ضربه چکشی دژاگه، ضربه که باز هم برگردون زده شد و خود دژاگه پاسی که به سمت راست میفرسته. حالا فرصت برای تراکتور سازی. اسماعیلی فر، ارسال روی دروازه طیبی که تا اونجا پیش آمده. حالا آکاشی توپ رو ارسال میکنه، فرصت، ضربه سر و شیمبا گلزنی میکنه. گل برای فولاد، لوسیانو پریرا. ارسال آکاشی، ضربه سری که زد ایوب والی اثر گذاشت و در بهترین موقعیت مکانی، در بهترین موقعیت زمانی حضور داشت. مسی، ضربه سر از او، لوسیانو پریرا، اون سمت خالی است. صابر اردانی چه فضایی برای گل دوم، اما آفساید. پاس صابر اردانی برای رافائل مسی در دهانه دروازه و انصاری. دژاگه، ارسال دژاگه روی نقطه پنالتی، شجاعی، ضربهش حالا یک بار دیگه و توی دروازه. اکبر ایمانی و در موقعیتی مناسب این بازیکن با پای راست توپ رو به کنج دروازه فولادیا فرستاد. اون سمت شجاعی، ارسال روی دروازه و این هم گل دوم. اشکان دژاگه دروازه فولاد رو باز میکنه. ارسالی که انجام داد و خوب خودش رو رسوند اشکان دژاگه. پاس میرزایی، خود بیسعید، ارسال، یک ضربه سا، گل فولاد، دبل شیمبا. ارسال بی‌نقص حسن بیت سعید چقدر زیبا تبدیل به گل کرد